بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید تغییر کنیم عزیزان. ما که تغییر کردیم خواستمون تغییر میکنه، فهممون تغییر میکنه، نیازهامون تغییر میکنه، اون موقع چیز دیگه میخوایم. حضرت میفرماد هر وقت در مردم وفا دیدی موقع برگشتن ماست. اینو باید از درون تغییر کنن، چون ما به انفس تغییر میکنه ما به قوم هم تغییر میکنه. رسول الله میفرماد یگانه حقیقتی که به او استغاثه میشود خداست. میگه از خودش باید بخواید. ما هم از خودش بخوایم. منتها چه خواستنی که بسوزی از ته دل، چون حالا بفهمی چه گنجینه ای رو نداری. حالا این روایت رو شنیدی، میگه انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. در ظهور آقا صاحب الزمان امیر مومنان و آقا رسول الله خواست از این دو بزرگوار و توسل به این دو بزرگوار و این دو بزرگوار رو واسطه قرار دادن برای خدا نقش اساسی داره. دعای فرج الهی عظم الولا دیدید، میگه یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافر. شما دوتا بسید. چه داستان عجیبیه که هر کسی خواستید با غیبت امام زمان آشنا کنید. داستان یوسف تا ما امام زمانمون رو تو چاه انداختیم، اجدادمون. یوسف هم اول نشونه هاش اومد برای یعقوب منتظر. عزیز من یوسف بینشون بود، نمیشناخت داداش، او اینا رو میشناخت، اینا اونا رو نمیشناختن. معصوم میفرماد تو همون فرشایی که شما قدم میذارید قدم میذاره، تو همون کوچه هایی که راه میرید راه میرید، تو همون بازارهایی که شما راه میرید راه میرید. شاید تنمون به تنش خورده. من میگم شاید تو بازار اون لحظه که داشتیم قسم میخوردیم به امام زمان اینو 100,000 تومان خریدم، شاید داشته رد میشده. ما امشب از خود امام زمان بخواید ما رو لایق این بکنه که او رو بخوایم. این درخواست ماست امشب از خدای متعال. اصلا مقصد استغاثه خداست. ما بیابری، ما خرابکاری کردیم، ما بچه های یعقوبیم، گناهکاریم، خاطئیم، خطاکاریم. اما بابامون چه خطاکار نیست امیرالمومنین. خدایا او داره برای ما دعا میکنه. خدا اینا گناه میکنن، امید دارن، میگن من مهدی شفاعت میکنم. اگر گناهان آنها گناهی است که در ارتباط با توست، از آنها بگذر که مرا راضی کرده ای. میگه به خاطر من مهدی از اونا بگذر. با آنچه از گناهان آنها که در ارتباط با خودشان است، خودت بین آنها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست با آنها بده تا راضی شوند و آنها را از آتش جهنم برهان و آنان را با دشمنان ما. میگه خدایا مبادا اینا رو تو اون دنیا با دشمنای ما یه جا بسوزونی. این ما رو دوست داشت. اصلا داستان برعکس شده. او داره برای ما گریه میکنه. این داد بیداد. و هیچ یک از احوال و اخبار شما بر ما پوشیده نیست. ما نسبت به اعمال شما بیخبر نیستیم و البته یاد شما را فراموش نمی کنیم. ما برای شما دعا میکنیم. پرونده‌تون میاد، ما هفته 2 بار این پرونده رو میبینیم. ای بابا این که قول داده بود که ما حرفمون، ما گناه دوست نداریم، ارادهشو نداریم. خودت کمکمون کن. آقا جان تو خودت میدونی زندگی کردن تو این زمانه سخته، تو این خیابونا راه رفتن سخته، اما من به خاطر تو چشمو دربش میکنم، به خاطر تو رشوه رو نمیگیرم. کمکم کن. میگه میدونی ما رو چی منو تو چاه انداخته؟ میدونی چی منو حبسم کرده؟ عجیبه، مگر گناهان شما چیزی که ما دوست نداریم انجام میدهید. این همه مطلب عزیز من خودشو میخواد.
من نمیگم چیز دیگه نخواهید. امام صادق میفرماد نمک غذاتون رو از ما بخورید. او خود داره. من جز ظهورش میخوام امشب چی بخوام. من خب خودش بیاد. من میخوام بتونم ببینم خدای بحث ما رو به چه قدری گرفتیم. ما مگه چیکار کردیم؟ مگه ما شمریم؟ مگه ما هرمله‌ایم؟ اون شمرم دید امام زن، امام حسین رو دید. کجا رو بگردم؟ خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. بابا این بچه کوچیکی که داره سرشو میبره، این چه گناهی؟ من گناه کنم، اون چه گناهی کرد؟ کمکمون کن خدای. تو رو سوگندت میدیم به آقا رسول الله، به امیر المومنین، به این دو بزرگوارا، به او سختی ها، به او اضطرار امیر المومنین تو کوچه، به اضطرار عباس ابن علی قسمت میدیم اون موقع که مشروع سراغ شد، به اضطرار امام حسین وقتی 6 ماه رو زدن، یه قدم رفت جلو، یه قدم اومد عقب، یه قدم رفت جلو. به اضطرار حضرت زهرا وقتی راه خونه رو گم کرد، و به اضطرار صاحب الزمان وقتی گناههای ما رو میبینی. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه. وعده ما منتظران ظهور در مراسم استغاثه جمعه 27 اسفند ماه برای تعجیل در فرج و حمایت معنوی جبهه مقاومت اسلامی و مدافعان حرم در سراسر کشور.